نمایشگاه چهارمین نمایشگاه امام عباسی رحمت الله علیه شرکت کردیم. بله درست است. و از طرف مؤسسه هم آمده. بله دقیقاً. اینا رو خودت در جریان بگذار چطور گپ بزن بخیر. با عرض سلام، من محمد بارکزی هستم، از ولایت نیمروز آمدیم و به نمایشگاه چهارمین نمایشگاه بین‌المللی امام ابو حنیفه رحمت الله دیگه خوشحال هستم که در این نمایشگاه تشریف آور شدم و یک نمایشگاه پیش آمد که ما بتونیم هنرهای دستی مردم ولایت نیمروز اینجا نشان بدیم. بسیار عالی. این محصولات همش محصولات کارگاه خودمان است. بله، از ولایت نیمروز و محصولات کارگاه خودمان است. کلا صنایع دستی از زنای ولایت نیمروز است. ماشاءالله. اینا رو برام بگو نمایشگاه چطور بود؟ وقت مفید واقع شد؟ شکر خدا نمایشگاه واقعا خوب بود. مردم خیلی استقبال کردن و دیدن صنایع دستی مردم ولایت نیمروز به خصوص و یک گامی شد که در عرصه تجارت بر مردم نیمروز واقعا یک دستاورد خیلی کلان بود. پیام می است بر دولت که بالخصوص زنان را تشویق کنند که بتوانند هنرهای دستی خود را و هر سر تا سر دنیا به حساب به نمایش بگذارند. بسیار خوش آمدید. زنده باشید. تشکر. زنده باشید. سلامت باشید. همچنان شما همسایه. نه، زنده باشید. لطف دارید شما. زنده باشید. زنده باشید. تشکر. زنده باشید. فدای تو. زنده باشید. تشکر. یک جان سپاس از شما.